در روایات وارد شده که اگر خداوند بندی رو دوست داشت، یعنی عملکردش طوری بوده که خدا رو متوجه خودش کرده، محبت این بنده پیش خدا محرز شده با عملکرد زیباش، خداوند جبرائیل رو میطلبه، بهش میگه جبرائیل من فلان بنده اسم میبره، مشخصاتش میگه به جبرائیل که من فلان بنده هم در روی زمین، در اون نقطه زمین دوست دارم، تو هم دوست بدار. اگر جبرائیل میتونه سرپیچی بکنه، و جبرائیل که فرمانده کل فرشتگان است، مطاع ثم امین، صدا میزنه در ملکوت اعلی که الله رب العزت و الجلال فلان بنده رو دوست داره، اعلام دوستی باش کرده، شما هم دوستش می‌دارید.